بخیر. بریم امروز رو شروع کنیم. میدونم خیلی وقت ویدیو نذاشتم و توی این مدت واقعا درگیر یه سری کارهای دیگه بودم. حتما از این به بعد ویدیوها رو مرتب‌تر میذارم و سعی می‌کنم ویدیوهای بیشتری بذارم. دمتون گرمه که تا اینجا اصلا بودید، حمایت کردید منو، کانال حمایت کردید، ویدیوها رو نگاه کردید، لایک کردید، سابسکرایب کردید. دم تک تکتون گرمه واقعا. بریم هم دیگه ویدیو رو شروع کنیم دیگه. بس برو بریم. ما الان رسیدیم به فروشگاهی که می‌خواستیم، فروشگاه تدوکس. الان قراره بریم اینجا. این فروشگاه می‌خوام بریم چیزای برقی و اینجور چیزا میتونی بگیری داخلش. درباره خونه و درباره خونه نه، یعنی آره لوازم خونه و لامپ و چیزای دیگه مثل فرش و اینجور چیزا رو میتونی بری داخلش بگیری. بعد حالا اومدیم یه سری چیزای برقی بگیریم، بعدش میریم برای خونه یه سری خریدا بکنیم، خورد و خوراک اینجور چیزا. بعد از اون میریم هورنباخ که برای خانواده‌مون درخت کریسمسشون رو بگیریم و بعد یه نصبش کنیم این داستان. بعد از اون بریم سراغ میزی که من خریدم که دیگه اومده، دیگه باید بریم بازش کنیم و ببندیمش. اونم باشه. اینجا تمام چیزای لوازم کار و اینجور چیزا همه چی داخلش هست. همه چیز نه ولی تقریبا چسب و اینجور چیزا بستگی داره، باید بگردید پیدا بکنید. کابلای مال کمک استارت زدن ماشین هم دادن اینجا. ببینید بچه اینجا فروشگاهش اینجوریه که شما هر چیزی که نیاز داشته باشید برای خونه، از تعمیر کردنش، تزیین کردنش، حتی فرش، همه اینا رو داره داخلش. ما الان از فروشگاه در اومدیم، متاسفانه اون چیزی که می‌خواستیم رو نداشتن و مجبور شدیم دیگه الان بریم یه جای دیگه دنبالش بگردیم. الان رسیدیم فروشگاه هورنباخ. بعد اومدیم اینجا که درخت کریسمس بگیریم. اینا دیگه کوچیکاشن ولی اونایی که ما میخوایم بگیریم احتمالاً تو همین این خیلی بزرگه، احتمالاً یا این یکی رو میگیریم یا این یکی. بعد قیمتاشون تقریبا این یکی 18.89، این یکی 21 یورو، 22 یورو. Silent night, I only have one wish for that shooting star. Holy night, send me someone. اینجا فروشگاه هورنباخ یه جوری مثل فروشگاه تدوکس ولی این خیلی بزرگتره. اینجا مربوط به چیزای گریل و ایناست. البته این بخشی که هستیم کلی تزیین و چیزای مختلف دیگه داره که مربوط به کریسمس و تزیین باغ و باغچه و اینجور چیزاست. خیلی جای بزرگ و خفنیه. بشقاباشون باحاله، برای کریسمس چیز جاده. دیوانش هم دارن، خود استادم پایین استاده. اینم درخت کریسمسیه که گرفتیم. یه وقتی هم باشه وقتشه که بریم خونه. البته باید بریم اون وسیله برقی که می‌خواستیم رو توی تدوکس نداشت، اینجا بریم ببینیم پیدا میشه یا نه. دوست عزیز، ما الان رسیدیم تازه خونه و هوا داره تاریک میشه، چون ابری هم هست خیلی سریعتر داره تاریک میشه و نور کمه و من موندم که ویدیو رو ضبط کنم یا نه. حتما باید امروز یا همین امشب تا قبل شب و تاریک شدن کامل
تمام بکنم کارا رو. بریم سراغ اینجایی که میخوام مرتب کنم. بذارید بهتون نشون بدم. این میزه رو میخوام بذارم این بغل و اون میزی که گرفتم میخوام بذارم اینجا. پس بریم با هم دیگه ادامه ویدیو رو بزنیم بهتر کنیم. اینم همون میزی که من سفارشش دادم دیگه. بریم سراغ بستنی. برو بریم. که برقی و دیگه بریم سراغ نصب کردنش. برو بریم. خب بچه اینم تا اینجایی که الان درست کردمش به اینجا رسیدیم. حالا دیگه میریم سراغ بقیه تخته خودش دیگه آخر سر میاد. بریم سراغ بقیهش. الان من تا اینجا رو بستم دیگه، پایه‌هاش بسته شده. الان طبق نقشه‌اش و برم سراغ تخته و گفتنی تخته روشو بذارم. بعد تخته روشو که بذارم دیگه حالا تموم میشه. تموم شد دیگه، خیالم راحت شد. این تموم شد دیگه و یه حس خیلی خوبی. الان مثلا توی حالت ایستادی و کاراتو میکنی، خیلی چیز باحالی اصلا. شما اصلا کلا عاشق این بودم که ایستاده کارامو بکنم، چون توی کلاس که میری همش نشستی و اصلا خوب نیست و سالم نیست حتی برای بدن. تا اونجایی که تونستم جمع جور کردم، ولی چون دیگه دیر وقته خودم یه مقدار خسته شدم، بقیه‌اش رو میذارم فردا میبینمتون تا 2 ثانیه یا 1 ثانیه دیگه. صبحتون بخیر دوست عزیز. بریم سراغ ادامه کارا. تمام شده. الان خیالمون دیگه راحته دیگه. الان با خیال راحت میتونم برم سراغ کارهای دیگه‌ام. یه مقدار خورده ریزه مونده که باید انجام بدم، خب اون طبیعیه، ولی کار اینجا دیگه تمام شد. حالا بهتونم نشون میدم. این میزه اینور کارش تمام شده، حالا نهاییش دیگه تمام شده. حالا باز هنوز یه مقدار خورده کاری اینا داره. Silent night, I only have one wish for that shooting star. Holy night, send me someone to love so I can hold their hand while we're ice skating around the trees in Central Park. Kiss them under the mistletoe. Oh, I want a Christmas kind of spark. Santa Claus, do you know Cupid sent his arrow straight to my heart? I wanna fall in love this Christmas. Santa, that would be the greatest gift of all. Turtle doves and all my favorite things come in sets of 2. So does love. Send me someone I can talk to. We'll share stories.